صبح امروز در سحن اتفاقهای کسبه ولایت ختلون اولین اشتراکچیان لاگر بیرون از شهری از حساب خوانندگان فعال مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون جمع آمده بودند. کودکان را نماینده ریاست معارف ولایت ختلون، مسئولین اتفاقهای کسبه سوای معارف ولایت و والدین به لاگر استراحتی تابستانه فیض استقلال ناحیه ورزاب گسیل نمودند. این اقدام با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد فراغت و استراحتی با ثمر برای خوانندگان فعال مؤسسه‌های تعلیمی، همچنین هوسمندگردانی آنها برای فعالیت با ثمر در دوام سال تحصیل راه اندازی گردیده است. نخست مسئولین با کودکان و والدین آنها صحبت آورده ماهیت تشکیل لاگر سفربری و ثمرناکی آن را در تشکل دانش و جوابینی شخصیت کودکان مهم ارزیابی نمودند. باعث افتخار است که امروزها نسل آینده ملت در یک روحیه خوب انسان دوستی، خویشتن شناسی و وطن دوستی تعلیم و تربیت می‌یابند. امروز با تشبث وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و اتفاق کسبه ولایت ختلون، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر باختر به دوره سالمگردانی فرا گرفته می‌شوند. با یک شکوه خاصه، با یک فرح و شادی امروز فرزندان ولایت ختلون جمع آمدند که به لاگر تابستانه فیض استقلال سفربر کرده شوند که در ناحیه ورزاب جایگیر می باشد. باعث افتخار و فرح است که فرزندان آینده ملت در یک روحیه انسان دوستی و وطن دوستی تعلیم و تربیت می یابند. والدین از سفربری فرزندانشان به لاگرهای تابستانه اظهار خوشنودی کردند. مینه‌داری خویش را نسبت به تشبث‌های مقامات دولتی و اتفاقهای کسبه بیان نمودند. در مرحله اول 120 نفر کودک به استراحتگاه تابستانه فیض استقلال در ناحیه ورزاب سفربر شده یک اقدام مؤثر در راه فراهمسازی شرایط مساعد استراحت و رشد و تربیت همه‌جانبه نسل نو رسم میباشد.